سرآغاز سخن رسم قدیم است که بسم الله الرحمن الرحیم است. سلام محضر تمام بینندگان عزیز، خدا کنه همتون جور و صحتمند و در گزند روزگار در پناه حق باشین. عزیزان، بلال افغانستانی هستم، مدیر عمومی شرکت مارکت 360. دوستان عزیز، ما در بخش تکنولوژی همچنان لوازم آشپزخانه و لوازمی که جدید در بازار وارد میشه کار میکنیم. در بخش آنلاین و فروشگاه های حضوری هم داریم که شما تمام اجناسی که در بازارها میبینین و آنلاین با شما معرفی میکنیم میتونید شما به شکل آنلاین و به شکل حضوری به دست بیارین. اجناسی که ما وارد میکنیم از قبیل لوازم آشپزخانه است، لوازم بهداشتی است، لوازم تکنولوژی است، اکسسوری موبایل است و همچنان لوازم جدیدی که مثلا مانند سولار و دیگه بخشا است. دوستان عزیز، شما میتونید که از این لوازم به شکل آنلاین هم به دست بیارین، به شکل حضوری هم به دست بیارین. به شکل آنلاین در 34 ولایت افغانستان ما فعالیت داریم که جنس از اینجا روان میکنیم، در منزل به شما تحویل میدیم. و به شکل حضوری آدرس ما در کابل است، مرکز تجارتی داودزی، منزل B1، دکان 250 و دکان 291. همچنان چندین دکانای داریم. پس به خاطر پیشرفت ما، به خاطر پیشرفت نسل جوان و حمایت شما ضرورت داریم. پس صفحه ما رو لایک بکنین، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین و همیشه ما رو دنبال بکنین و از تکنولوژی جدیدی که وارد بازار میشد آگاه شوین. پس بدرود، موفق باشید.